суруди мазкур дар яке аз филми ҳунарии машҳури тоҳири собиров ашк ва шамшер барои овозхони имрузи шинохта ва дар он замон донишҷӯ мухаррама шарифова шӯҳрати зиёде овард. ҳамагӣ орзу доштанд то дар филми мазкур садояшон истифода шавад, вале дар ин муваффақият барои мухаррама кушода гардида таронаҳоро бо маҳорати воло иҷро намуд. Ин кашфи истеъдоде буд дар олами санъати мусиқӣ ки то ба имрӯз бону шарифова бо таронаҳои дилнишини худ ба дили ҳаводоронаш шодиву нишод мебахшад. шояд иқболи баланди ман буд ки ман дар омони донишҷӯям бо устоди зиндаёт абдуфатто одинаев вохӯрдам. дар як вохӯрие ки мо бо донишҷӯён бо устоди азиз бояд вомехӯрдем, аз ман тақозо кард бисёр устоди ҳамон вақтаи мо муаллимаи азизи мо қосимова хоҳиш карданд ки агар ягон нафаре бошад ки аз استاد عبدالفتاح دنیف اگر ترانه داند بسیار میخواستیم که برای شاد شدن استاد هم یک ترانه شد پیشکش کنید و من هم یک دو ترانه شون در همون شبیه ایجادیشون گویا واخوری خوندم و از امتحان استاد گذشتم و شاید از همین جهت بود که مرا انتخاب کردن. های جورای جان تو بی وفای نکنی، های من یاری تویم تو پر جفای نکنی، های من یاری تویم مدام در فکر تویم، های تو فکر به جای دیگری جا نکنی. خودی تاریخی ثبت این ترانه بسیار عجیب است، چون که ترانه در شکل اوریجینالی در 3 نسخه وجود دارد. یعنی که ترانه که خودش تنها اجرا کرده است محرمه، شکل اولش. شکل دومش این وقتی که ما با خانم این ترانه رو یک جا خوندیم و نسخه سوم اوریجینالی این ترانه با آوازی اکای سفر بسیار فلکسرای مشهور ما و آواز محرمه ثبت شدند. چنین سر و صداها بود که نه یک بلکه شما 2 مرتبه سرود رو اجرا کردید، یعنی که از یکم مرتبه سرودتون از امتحان نگذشت یا اینکه چگونه حالت رو داده بود؟ نه، من فکر نمیکنم که از امتحان نگذشت، حتما که از امتحان گذشت، چون که سر اول ما با دوستی عزیز هم سبق هم هنرمند بسیار محبوب قربان علی عبداللهیف با دسته جمعی با دسته هنری دریا، یعنی که مطربان دسته هنری دریا همین ترانه رو هم‌آوازی کردیم، یعنی که یک جا خوندیم و بسیار با مردم هم مقبول بود. ولی وقتی که من در تعطیل تابستانه بودم، استاد عبدالفتاح دنیف شادروان با فیض‌آباد به خانه ما آمدن و حتی سراسیمه بودن، تقاضای یک پیاله چای هم کردیم، رد کردند و گفتن که یگان لحظه فرصت نیست، ما باید از نو رفته همین ترانه بدیهی خرمن گله از نو باید ثبت آواز کنیم، فقط با هنرمند دیگر، با سفر مرادف. در فیلم اولا معلوم نبود که کدام اجرا وارد میشد. بعد که فیلم با نمایش برآمد ما در کینوتئاترها و در با واسطه تلویزیون دیدیم. در آنجا همون قسمتی یعنی که نسخه که با سفر علی اجرا شده است همون داخل شده است، اما ترانه ما اجرا کردگی و در فوند رادیو تاجیکستان محفوظ گشت و از خاطری که بسیار مخلص داشت تیز تیز در موج هوا صدا می‌داد. فکر میکنم که دوست داشتید همین سرود، چون این یک سرود تاریخی است در حیات شما، چون با عالم سند وارد شدن شما. از اون که ما دوباره همین سرود خوندیم، من فکر میکنم که وقتی که تماشا کردیم فیلم، من فکر کردم که ما با دست جمعی مثلا اسباب‌های حاضر زمان، اسباب‌های گوناگون بود. من فکر میکنم که شاید فکر استادای همون وقت مثلا استاد تویر صوبیر و فتوای درست بود که همون لحظه ها رو نشون میده. حتما همون مثلا با یک 2 اسباب موسیقی تاجیکی با 2 صدای تاجیکانه مثلا استاد
قربان علی عبداللهیف بهترین صدا است، ولی من فکر میکنم که این فکری شخصی قربان علی دوستی ما است که شاید آوازشان اندک زمانوی بود. مثلا به همین خاطر این سرود کوتاهی که با سفر مرادف خواندیم انتخاب شد. ولی در مجموع هر دو ترانه به مردم معقول شد و برای ما محبوبیت آورد. و این سرود را با گذشت چند سال باز در چندین برنامه کنسرتی اجرا کردید. بله بله. این خواهش بینندگان یا خواهش کارگردان بود که ما از همین سرود را باز بسرایید؟ باور کنید هم خواهش ما بود، هم خواهش کارگردان ها، هم خواهش مردم. و حتی بعد چندین سال جوان‌ها شاگردای ما همین سرود را زنده کردند. های یارکی جان تو بی وفایی نکنی، های من یاری تویم تو پر جفایی نکنی، های من در هوسم چو بلبلی در قفسم، های های به مراد دل رسون یا نرسون، های های به مراد دل رسون یا نرسون. ای یاری ای یاری ای جانم ای یاری ای یاری ای یاری ای جانم ای جانم ای یاری. در اون کینوفیلم نه یک سرود بلکه دو سرود اجرا کردید. بله، سرود دوم سرود گلیزار بود از دختری واسه و هرگاه که این فیلم پخش می شود من یک جهان خرسند می شدم، چون که همون اکتریسی که همین نقش گلیزار رو بازی کرده است. من فکر میکنم که همون وقتا گویا که من فکر میکنم که شاید به من مانند بود که من بسیار دوست داشتم. شاید میمیکه هایی که همین هنرمند کردم برای من بسیار مقبول بود و افسوس خوردم که من همون خیلی نقش شاید بازی کردن نمیتونستم. نه یک بلکه در چندین فیلم های دیگر شما رو دعوت کردن تا اینکه صدای شما در اون فیلم جا داده شود. محبت ستاری در فیلم پدرود و پیغام دعوت کردن، من آوازخوانی کردم. فیلمی نوی که بازم محبت ستاری به نوار گرفتن، رقص زندگی. در مجموع 3 فیلم من آوازخوانی کردم. اگرچه سرودن سرود در فیلم هنری معرفنامه محرم شریفووا بود، ولی بدیهه‌های پی در پی با هنرمند شایسته تاجیکستان قربان علی عبداللهیف کمیابی‌های بیشتری را برای این بانوی هنر اهدا ساخت. اکنون در عالم صنعت موسیقی محرم نه همچون آوازخوانی جوان بلکه همچون سراینده کسبی پذیرفته شد. من تشنه دیدارم، من عاشق گلزارم، من تشنه دیدارم، من عاشق گلزارم. دویت‌ها شما خیلی زیاد است با این هنرمند، ولی شما یگانه با همین نفر فکر میکنم یا که شاید ما اشتباه میکنیم با دیگر نفران دویت خونده بوده؟ با قربان علی عبداللهیف 5-6 تا بدیهه خوندیم. همون بدیهه که خرمن گل بود در فیلم واسه با هنرمند سفر مرادف خوندم که هم فقط یک دروبایی بود. مثلا باقی فقط هر چیزی که خوندم فقط با قربان علی عبداللهیف خوندم. او که هنرمند آزاد است با
مثلا کدام آوازی که در صداشون موافق بود بعدا ترانه‌های بسیار خوب پیشنهاد کردند و همچون استادی آوازخوانی سرودهای یکه و بدیهه خون مثلا قربان علی عبدالله بسیار محبوبیت کلان دارد. لپیش‌های آواز، حرارت آواز، کشیش‌های ما به همدیگر بسیار شباهت دارند و با هم سراییدن برای ما خیلی آسان است. مثلا مشکلات ندارد. بعدن خانم‌هایی که با اونا من زیاد دویت ها خواندم، اجرا کردم، لیکن هر بار مشکلات های زیاد پیش می آمد، چون که درجه اجرایش آنها استعداد میتونست که صد راه شود در مسئله خوانش، پلاستیک آواز، همه این بسیار رول مهم بازی میکنن. شاهین شبم و تو را فرارم جانم، آن کو که می نماید اندوه من است، آن ابری هوا خیالی انبوه من است، بارانی سیریش میبرد بر وطنم، بارانی سیریش میبرد بر وطنم، آن باد که میوزد بر آن آه من است، آه من است، آه وطنم، جان وطنم، جان وطنم. چون در مورد همکاری با قربان علی عبدالله حرف زدید، نمیتوانیم در مورد سرود جان وطن هم سخن نگفته باشیم. زمان باعث بحث شده بود. نفرانی گفتن که این از محرم شریفووا است، دیگری گفت که مثلا از قربان علی عبدالله بود، دیگری گفتن که نه از اون بلکه از دیگر هنرمند است. مؤلف اصلی این سرود کیست؟ شعر از استاد زنده‌یاد بزرگ صابر است و آهنگ از قربان علی عبدالله دوستی ما. اصلا ترانه برای صدای قربان علی خودشون برای خودشون اصلا نوشته بودن، ولی یک مشقی که در انسمبل دریا مثلا قربان علی مشق میکردن دوستی ما برای من بسیار معقول شد و من بسیار خواهش کردم که همین ترانه رو برای من تحفه کنم. هنگام ایجاد همین ترانه وقتی که استخوانش شخ نشده بود، خانم از پشت آمد و دستش همین کتفی من مانده گفت که همین قربان علی چند سال شد ما دوست هستیم، رفیق هستیم. گفتم فلان سال. گفت من تا همین مدت یگان بار از خودت یگان خواهش یا التماس کرده بودم که برای من یگان آهنگ بنویس یا که آهنگ تحفه. گفتم نه نباشه، همین آهنگ برای من میکنی، همین آهنگ. من گفتم خانم آخی این آهنگ همون تمام حرارت چقدر در دلم چرخ زیسته، در مغز سر چرخ زیسته، بسیار خواهش دارم که بسازمش و بخوانمش، چون که در اینجا استاد بازار سوی درباره استادش گفته است. استادش معلم بیک تو، معلم بیک قهار بیک بابای من است. گفت که قربانایی او فرقش هم بابای تو بابای من است، بابای من بابای تو است. هممون فرزندی حضرت آدم هستیم. این گپی گفتهش بسیار تکان داد وجود من. تو خوب است این ترانه صدقه سری تو. و این تحفه بود از جانب دوست عزیزم برای من. اصلا در همه جا حقوقهای مؤلف رو قربان علی عبدالله به من داده بودن. خودشون فقط در معرکه میخوندن. یعنی که من از اون خرسند هستم که همین ترانه رو مردم خوش قبول کرد، هم از جانب قربان علی و هم از جانب ما. از هم اساس برای هنرمند همین سرود برای مردم معقول شود. وقتی که ترانه به پرگی ایجاد شد و همه بند و بستش به آخر رسید، خانم این ترانه رو با مشاقان انسمبل دریا در یک درجه بسیار بلند و بسیار نفیس و زیبا ثبت کرد و به فوند طلایی رادیو سپردن. در کوچه خاکی روانم همشم، در توتی قطار صوفیانم
عجابت کار در چی است که برایش بسیار میگن که شما هم خواندید. خوب من به خاطر یک دوستی بسیار عزیزم، یک شخص معتبری که شما میشناسید، لطفالله دولتوف، یک لحظه یک شام زنگ زد: قربان علی تو برادری من هستی؟ بله هستم. همین ترانه را ثبت کردم. من تو این ترانه را محرمه علاقه ثبت داره در رادیو، مالی محرمه است. گفت نه تو اینه برای من بنویس، مشخص برای من با در کار شخصا. من اینو یگونجا چاپ نمیکنم، مثلا با صورت شمایلی تو وقتا هم کس راهبری سفینه بودند، گفتن که اگر به شرط ما در سفینه چاپ هم کنیم خودی خواننده در کادر نیست به این طریق. خب من اکنون از خاطر که با اکای لطفالله بسیار دوستی دیرینه داریم و سخنش احترام بلند میگذارم، من نتوانستم که همین از بحری خواهشی اکای لطفالله بگذارم و در یک استودیوی خصوصی ما این ترانه را از نو ثبت کردیم در حقیقت و این ترانه را من به دست اکای لطفالله آورده سپاریدم موافق خواهشه. آه وطنم، جان وطنم، جان وطنم، جان وطنم. نانشته من تراشکی دگ تو بود، گرما به خشکی من تگیرگ تو بود. قشلاقکی من خطت نویسم هممون، قشلاقکی من خطت نویسم هممون. استادی خطم معلمی بکی تو بود، بکی تو بود. آه وطنم، جان وطنم، جان وطنم. در سراییدن شما و سراییدن قربان علی عبداللهیف تا جای دیگرگونی است. قربان علی شهد همین ترانه خواندگی است، من نه. شاید از زیاد بودن وقت مثلا همیشه در تلویزیون رادیو مثلا محدود است. همین مثلا سرود باید که در روزی بعد نباشه کوتاهیش هم مثلا نگاه میکنن، ولی من برای خودم هر جا که مثلا همین ترانه رو میخونم حتما با شهدش که قشلاقه که من بوی چپاتی داره همین میستر که در دل مردم میشیند. به این خونده نمیشد این سروده، ولی با من دو میستر دیگه از بازم از استاد بازار صبیر مثلا من اینا زیاده کردم. کفی دو پای من، کفی دو پای من تو راه به بوسه میزند قدم. زمینی مادری من، وطن وطن وطن. مرا چو خون خشتن، مرا چو خون خشتن، تو قطره قطره در بدن. زمینی مادری من، وطن وطن وطن. زمینی مادری من، وطن وطن وطن. روزی دوباره دیدنی من، بیک شدنی قلفی خانه تنهایم. روزی که بد است مالکم تازه کنم، روزی که بد است مالکم تازه کنم. چون عینکی چشم شیشه دنهایم. آه وطنم، جان وطنم، جان وطنم. سلسله سرودها در وصف وطن و دیار بیشتاسا در ایجادیات این هنرمند زیاد به چشم میرسند.
که همگی شنونده را با وطن پرستی و خویشتن شناسی راهنمون می‌سازد. خود محرمانه سرایدن سرود را در این روند زیاد میپسندد و آن را از صمیم قلب اجرا میکند. خنده خورشید تابان از برایم دولت است، صبح پاکی تاجیکستان از برایم دولت است. خنده خورشید تابان از برایم دولت است، صبح پاکی تاجیکستان از برایم دولت است. کشوری من تازه رنگ است از بهار دوستی، زیستنم راه یاران از برایم دولت است. تشنگیم بشکند از آب شیرین وطن، چشمه‌های کوهساران از برایم دولت است. چشمه‌های کوهساران از برایم دولت است. امروز و سرودهایی که او جدا میکنند میخونه یا بسیار ما را به اندیشه میکشد، ما را گاه به شور و شوق میبرد، مهر ما را به یار و دیار زیاد میکند. این خیلی سرودها در ایجادات محرمه زیاد است. ولی یک چیز را گفتن در کار که سرودهایی که هم خلقی هم مثال کمپوزیتوران یا بسته‌کاران که به او پیشنهاد میکردن پیش از او با سخن اهمیت میداد. اگر کمتر یگان نافهمی باشد یا چیزی که بیند که بس آهنگ موافقت نمیکند و از آن کس نصیحت میپرسید. و امروز من بسیار خرسندم که او به همون قله مراد تلاش دارد. پیش از همه میخواهد که خودش را دریابد، برای آنکه بسیار میآموزد، بسیار جستجو میکند. بعد همکاری را با همون مثلا استادان صنعت بسیار میپسنده و این چیز برای او یک مکتب هم هست. وطن دارا جدا از خانمانم، با کف رخت جگر در نبض جانم، با کف رخت جگر در نبض جانم، و گورم یک کف از خاکی وطن. پس از مرگم به خاکش سر میمانم، پس از مرگم به خاکش سر میمانم. برای هنرمند شایسته تاجیکستان آوازخوانی انسامبل دریای کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محرمه شریفова فعالیتی زیاد از 30 سال در جدای صنعت سراپا از خاطرات و واقعیات بود. اما خاطرات در فعالیت با استادان صنعت تاجیک را این بانه هنر در صحیفه های زندگیش تاریخی میشمارد، چون فعالیت با آنها تجربهش را نسبت به صنعت موسیقی افزون نمود. او در مکتب حافظ خلقی تاجیکستان نگینه رؤوف گویا که به وای رسید، خود را شناخت، خودش را درک کرد و پیش از همه آن سرودهای خوان که از دل خلق است و به دل خلق کار کرده میتواند است. نگینه رؤوف که استاد او است، او توانست که یک شاگرد تربیت کند که در آینده گویا که هم پیراهی اپی نگینه به طرز دیگر به طرزی به خود خاص ادامه دهد. مرا غمگین مکن در زندگانی، که روز میروم به من بمانی. تو به من جان شیرین خوار گردی، به هر یک کار مویم زار گردی. همگی میدونن که دوستداری من مخلص ترانه‌های شادروان نگینه رؤوفова بودید و شاید همین هنرمند بودید، شاید صدای همین هنرمند رو محبت شما رو نسبت به این کسب زیاد کرد. ما چون از ایجادات شما برخوردار هستیم، چرا بار از ایجادات این بانو در ترانه‌های شما دیده نمیشه یا اینکه از سرودهای اون میسرایید؟ شما در حقیقت درست قید کردید که دوست داری که نسبتی این هنرمند من داشتم، اونقدر که محبوبیت داشتم نسبتی اپم، ان همین صدوم رو به همین جوده آورد. ولی بعداً وقتی که من در دانشکده هنرهای زیبا تحصیل میکردم
با مرور زمان با استاد عزیز اپای نگینه که چقدر آرزو میکردم واخوردم، ان همون محبوبیت من تا به حوز ذره کم نشد و همون مهر محبت من زیاده گشت و امروز از اونه که در بری ما همیشه استاد محبوب نیستند، همیشه یاد نیکشونه میکنم. هم مخلصی صادق هستم، هم شاگردی صادق، ولی من ترانه‌اش فقط به شاگردام یاد میدیم راستیگه، چون که با همین محبوبیت، با همین ترانه ها من هیچ نتوانستم که از اپای نگینه ترانه خوانده باشم و حتی با خواهش بعضی دوستانم یک ترانهشون خواندم، خواستم مثلا ثبت کنم با دسته هنری دریا، همون موسیقیش نوشتم، صداش تازه ننوشتم، ولی همین نوروز گذشته یک ترانه دارن، ریزه باران. ابری سری پشت بازگیران آمد، در فصل بهار ریزه باران آمد، در دامن کوهسار و بر دامن دشت گل غنچه نو شکفته خندان آمد. هیچ از یادم نمیرود در آن برنامه کنسرتی که شادروان نگین رفت و شرکت ورزیدم و خیلی یک دعای نیکی دادم به شما. میگن آدم از دعا میسبزد، ولی علل خصوص اگر در بین هنرمندان، اگر در استاد شاگردی، اگر همین شاگرد دعای استاد نگرفته باشد، من نمیدونم که به کدام جاده ها، در همین جاده به کدام قله ها میرسند. راست دیگه. و من همیشه تلقین میکنم به هنرمندان جوان، به اونایی که در همین جاده میخوان هنرنمایی کنن، همین جاده رو دوست میدارن، همیشه تلقین میکنم که به دعای استاد یگان کار نمیشود و همیشه احترام استاد را دونه. دعا میکنم که ساق سلامت باشی، همیشه با همراهی مخلصات و خلق عزیزمون و در تاجیکستان آزادمون زندگی به سر بری، سرودای تر و تازه عیاد کنی، برای خلقمون، برای وطن ما خدمت کنی. سلامت باشین. در مورد استاد حرف زدید، بار در یکی از مصاحبه ها شما اصرار داشتید که استاد صنعتی تاجیک شایسته ملاجانووا نیز حق استادی دارن با شما و در دانشگاه با شما درس گفتند. از استادان بسیار عزیز شادروان شایسته ملاجانووا اپای مستانه گشت و من سبق آموختم و حق استادی دارم و احترامشان میکنم. در سیقل دادن هنر، ترانه های آینده ای که ما این بعد مثلا در همین جاده مثلا زحمت کشیدیم و ترانه ها پیشنهاد کردیم، همون سبق های همین استادان برای ما بسیار جای خودشان داشتن، بسیار چیزا گرفتیم از این استاد. خداوند نگهبانشم زمین و آسمانم را، خداوند نگهبانشم زمین و آسمانم را، مرا از خویشتن پر کن بیافروزم جهانم را، مرا از خویشتن پر کن بیافروزم جهانم را، مرا از خویشتن پر کن بیافروزم جهانم را. اگر پروانه سان سوزم به صداتش سر اندازم، اگر پروانه سان سوزم به صداتش سر اندازم، امید عافیت دارم چراغ خاندانم را، به دریای عدم غرقم ولی با جلوه‌ای برقم، خس و خوران بسوزانم رای تا جاودانم را، خس و خوران بسوزانم رای تا جاودانم را. سیف رحیمزاد افردی از آن نفرانی بودند که خیلی هم کسبیت رو میپرستیدن و کم در کم نفرانی بودند که شاید آنها اعتراف میکردند، ولی شما از آنهایی به شمار میروید که در مورد شما، یعنی با مؤلفی سیف رحیمزاد افردی یک فیلم مستند آماده شده بود و خوب چگونه مثلا اتفاق افتاد که مثلا ما از شما را انتخاب بکند؟ شادروان استاد وقتی که رئیس کمیته تلویزیون و رادیو بودند و اولین سپارششان این بود که تمام هنرمندای کمیته تلویزیون و رادیو در حجم 4 سرود ترانه‌هاشون رو پیشنهاد کنند، یعنی که خواستند که با تمام هنرمندان کمیته شناسایی پیدا کنند و یک نفرشون من بودم. وقتی که من همون 4 سرود رو پیشنهاد کردم، نمیدونم برای چی استاد مخول شدم و پیشنهاد خودشون کردند که با
ژورنالیستی بسیار ورزیده نگینه مومین. من در بسیار برنامه‌هاشون رفته با دنبره آوازخوانی میکردم. یعنی که یک برنامه داشتن با نام سفینه، از غزلسراها از شاعران کلاسیکی ما برنامه آماده میکردن. بعضیشون مثلا از من هستی، مثلا من میرفتم ترانه میخوندم براشون. وقتی که انا همین چیز با استاد بررسی کردن، درباره همین صحبت کردن، مثلا نام من در همونجا افتاد، انا گفتن که انا من شما همکاری میکنید و یک فیلم میسازید برای محرمه. من راستی جرئت نکردم، ترسیدم. مردم را بسیار خوب اعتراف میکردن که من در همین شبکه‌های خودم در رادیو داشتم ولی در تلویزیون اگون برنامه مکمل نداشتم راستی. و با دستگیری همین زنده‌یاد استاد سید رحیم‌زاده افردی ویدیو فیلمی با مؤلفش نگینه مومین، ویدیو فیلم محرمه در مثلا شبکه اول پخش شد که اون وقت تنها یک شبکه بود. بله. بعد همین ویدیو فیلم من بیشتر به مردم معرفی شدم و کسب ما بسیارتر دوست داشتم. این سر که همیشه با خیالت بنده است، این دل که همه با دل تو پیونده است، ما و تو چرا به هم نمیپیوندیم، بیگانگی و دوریم و تا چند است. محرمه میان آب و خاک و میان نسیم فیضبار و فیضریز و فیضخیز فیضآباد به وایه رسیده است. یعنی چشمان شهلا را، کمان ابرو را، گیسوهای شکن در شکن را، یعنی همه بود و نبودش را از فیض فیضآباد برداشته است. نداری دلی را من دیگه شده سرای. سرودی که در فیلم اشک و شمشیر سرای دید اون سرودی درخواستی بود، یعنی به قول کارگردان ها از شما تقاضا کردن که این سرود رو سرایید برای فیلم، ولی سرودی که شما رو معرفی کرد نام دارد دامن عشق. وقتی که سال 1989 با سروری و دستگیری استاد سید قلب بیلالوف دسته هنری دریا تأسیس یافت و بعد آزمون ما به همین دسته شامل شدیم. از همون سال این انسامبل تأسیس و شما از همون سال وارد شده به انسامبل؟ بله، و از همون سال من در همین دسته وارد شدم. فعالیت شما با همین انسامبل خیلی هم علاقه‌مندی زیاد دارد. من این دسته رو بسیار دوست می‌دارم، چون که من شکرانه میکنم که در طول همین قدر سالهای دراز که من در این دسته آوازخوانی کردم، هنرنمایی کردم، با بسیار استادان زبردست تاجیک همکاری داشتم، شش تا خیز داشتم. ما از گفتار و رفتار این استادان گذشته به نهایت هم خرسند بودیم، هم برای خود بسیار یک دنیا چیز گرفتیم و شکرانه میکنیم که شاید دعا و فیض برکت همین استادا بود که ما به همین جاده ها رسیدیم. و همین ترانه رو من اولین بار پیشنهاد کردم و با دسته جمعی با مطربان دسته هنری دریا و استادان یک اندکی تکمیل دادن و همین ترانه رو من هم نواری تلویزیونی کردم، هم نواری رادیو ثبت کردم و شکرانه که موفق هم شد. بعد همون دیگه ترانه تولید شدن و مثلا همیشه با مردم بودم و سرودهای بهترین فکر میکنم ما رو به مردم نزدیک کرد. این سر که همیشه با خیالت بنده است، این دل که همه با دل تو پیونده است، ما و تو چرا به هم نمیپیونده، بیگانگی و دوری ما تا چند است، ما و تو چرا به هم نمیپیونده، بیگانگی و دوری ما تا چند است. الهی آتشم درگیری دامن عشق من سرگیری، الهی آتشم درگیری دامن عشق من سرگیری.
میشد که مثلا 5 سال یا 10 سال پس شما یک برنامه کنسرتی خود را برگزار کنید، چون سرودهای شما بسنده هم بود برای برگزار کردن اون، ولی امکان نشد که شما پس از گذشت 21 سال در سال 2010 برنامه کنسرتی خود را با نام دامن عشق برگزار کردید. من از اون افتخار میکردم که در دسته هنری دریا با استادان بسیار مشهور و محبوب و افتخار میکنیم که هر چیزی که آموختیم سبق درس همین استادان بود. راستی ما بسیار میخواستیم که دست جمعی یک کنسرت حساباتی را برای مخلصامون، برای مردم پیشنهاد کنیم، ولی باور کنید همین کار همین انسامبل دریا آنچنان بسیار بود که کنسرت ها بسیار بودن، مثلا کنسرت های حکومتی بسیار بود، مثلا سفرهای هنری بسیار بود. شاید از همین سبب بود که کنسرت من بسیار دیر برگزار شد، ولی با وجود آن با دستگیری استادان بسیار عزیز همین کنسرت برگزار شد که این آرزوی هر یک هنرمند است. گمان میکنم که بهترین لحظه و سالهای همین حیات فعالیت ایجادی من همون سالهای بود که من یک کنسرت حساباتی دادم و بازم کوشش میکنم، نیتم است که باز یک کنسرت دیگر برای مخلصان پیشنهاد کنم. با همه سرودی با دامن عشق محبوبیت پیدا کرد، گویا که از دامن هنر صنعت با عشق پنجه زد، با عشق داشت و این چیز او را به دل مردم محبوب کرد و برده رسانده توانست. پیش از همه محرمه یک خصوصیت خوبش همین که هر کاری که آغاز کند اول بسیار اهمیت می‌دهد به سخن و سخن تا به دلش در خور نباشد، تا به صدای دلش همنوا نباشد و نمیخواند. گر یاری منی مرا دل آزار مکن، یاری اولود بشه مرا خار مکن، هر بد غرضی به پیشکت بدگویم، هرگز به دلی بد غرضا کار مکن، هر بد غرضی به پیشکت بدگویم، هرگز به دلی بد غرضا کار مکن. الهی آتشم درگیری دامن عشق من سرگیری، الهی آتشم درگیری دامن عشق من سرگیری، دامن عشق من سرگیری، دامن عشق من سرگیری. دیگر موفقیت محرم همین که جستجو را بسیار دوست می‌داره و از خلق بعضی سرودهای گلچین میکند به طرز خود و همون چیزی که به آوازش سازگار است، به آوازش موافق است، صمیمی سرایده میتواند. مخصوصا گل عروسک به دل مردم کار کرده است. گل عروسک شده ای دختری من، بنوی دختری ما پیکری من، گل عروسک شده ای دختری من، بنوی دختری ما پیکری من، بنوی امرهی دامادی بزه، بنوی امرهی دامادی بزه، میرسه تو به فلک ها سری من، میرسه تو به فلک ها سری من. دلی من شکوه نکن، دلی من شکوه نکن از کس و ناکس، دلی من، دلی من زیر از عشق و عاشقی بس، دلی من، دلی من زیر از عشق و عاشقی بس، دلی من، دلی من دنیا را شناختی، دلی من، مردم و مردا را شناختی، دلی من، عشق آدما را شناختی، دلی من. таронахои дилнишин дар иҷрои Мухаррама Шарифова зиёд буд, аммо суруди мазкур ӯро маҳбубтар намуд. пиру барно таронаро замзама мекарданд ки ин далолати муҳаббати мардум нисбат ба суруд аст. ҳатто овозхонҳои дигар низ бо гузашти чанд сол сурудро иҷро намуданд. як таронаи хеле ҳам машҳур, фикр мекунам на танҳо барои ман, балки барои бештари нафарон писанд аст. суруд ном дорад дили ман.
اصلا این ترانه مردم افغان است که من یک بسیار دوستی نزدیک داشتم به نام صباحت جان. همین دوست عزیز من یک فیته را آوردند که همین بسیار صدای زیبا، بسیار ترانه‌هاشون برای من معقول شد. راستی گپ یا چندین ترانه‌هاشون بعد معقول شد. فکر میکنم که همون وقتی که همین فیته در دست من افتاد، به فکرم در دست کسی نافتاده بود و من همین کوشش کردم که همین سرود که دوست داشتم کوشش کردم همین سرود رو با صدای تاجیکانه پیشنهاد کنم. این سالهای چندم بود؟ اگر خطا نکنم 97 98. چند سال گذشت و شما آهنگ رو تکمیل دادید یا که چگونه بود همون گونه سر؟ یک گون ذره تکمیل ندادم. در تنظیمش هم گفتم که هر چیزی که هست همون تنظیم کنید و من هر چیزی که بود همون خوندم. دلی من یاران زمانه نسی پاسون و مربونه عشق شاخاله بریایی روی شاناغ بجدوی عشق شاخاله بریایی روی شاناغ بجدوی دلی من دنیا را شناختی دلی من مردونا مردا را شناختی دلی من عشق آدم ها را شناختی دلی من. سرودهای ما افغانی میگیم ولی این چیزا اکثرش دیگر خلقی سرحد ندارد. از دل به دل راه مییابد، از زبان به زبان گذشته تا امروز آمده است ولی هر کس به طرز خود میخواند. محرمه هم همین چیزا به طرز خود خونده است. وقتی که سرودی خلقی هر کس به طرز خود میخونه باید سرودی همه آدم است. این محرمه تمونست این چیز که بسیار صمیمی، زمینی و دلرس کنند. هنرمند مشهور افغان سیتا قاسمی فکر میکنم پس از شما این سرود رو سرایید، اگرچه سرود افغانی است شما سرایید و این سرود خیلی هم با قلب ها راه یافت و سیتا قاسمی سرایید آن را. شنیدید این سرود؟ شنیدم. چگونه پذیرفتید؟ بسیار خوب ترانه خواندم. دل من دنیا را شناختی دل من مردونا مردا را شناختی دل من عشق آدم ها را شناختی دل من یارانت کجا شو از وفا گفت و بی وفا شو هیچ کسی وفا نداره و جز از مدعا نداره هیچ کسی وفا نداره و جز از مدعا نداره دلی من شکوه نکن دلی من شکوه نکن از کس و ناکس دلی من دل من زیر از عشق و عاشقی بس دل من دل من زیر از عشق و عاشقی بس دل من. اصلا هنرمندان جوان ما بسیار کوشش میکنند که هر ترانه رو که میشنوند یک کمی نوآوری اندازند. شاید هم درست است هم نادرست، چون که من فکر میکنم که همین سرودی که خودش در دل مردم الکای جا شده است اونها باید یگون چی کردن فکر میکنم در کار نیست، چون که ما حق نداریم در این چیز، ولی با یک کمی نوآوری آوردن هم یگون بدی ندارد فکر میکنم. به همین خاطر هوادارانشان بسیار است. هر کسی که پیشنهاد کرد ترانه یگون بدی نداشت موفق شد. همه هنرمندا همشون موفق شدن. بالاب خندیدنات یکی از ترانه‌های جالب دیگری شما است که ماز در برنامه کنسرتی شما جای کرده شد و شما آن رو نزد مخلصانتون سراییدید. اصلا بسیار ترانه خورد کوتاهک بود ولی برای ما محبوبیت زیاد آورد، چون که بسیار ترانه روان زیبای تاجیکانه است و شعر ما از استاد عبدالله قادری گرفتیم. آهنگ خلقی بود. وقتی که همین ترانه رو من پیشنهاد کردم بسیار برای مردم مقبول شد. بعد همین ترانه من کوشش کردم که ترانه خودم که به مردم نزدیکتر باشد، گوگوها که با اسباب‌های برقی باشد. همون سالها مثلا با یک اسباب برقی خوندن خودش علاقه یا نوآوری بود و بعدا من بسیار کوشش کردم که در هوای همه خیلی ترانه خونده باشم. بلب خندیدن ها دلت ما بردن ها باید نگاه سوزاندن ها بلب خندیدن ها دلت ما بردن ها باید نگاه سوزاندن ها بتونانم همه ستمگاه همچونه به قلبی افغان که تو رامت به من
шабакаҳои иҷтимоӣ як навори паҳн шуд ки таронаи шумо бо номи пушаймон нестам, дар он ҷо шумо дар асбоби барқӣ навозиш мекунед. аз баъзе асбобҳо хабардор ҳастам барои ҳамин худам ки масалан як таронаро агар хостам ки машқ кунам андаки навохта метавонам. ав таронае ки ман намедонам барои чӣ пахш шудааст, ман намедонам аз куҷо рости гап. ав таронае ки пушаймон нестам аз умри полида, ин таронаи ман не. таронаи устоди азизи мо Саидқул Билолов, яъне ки оҳанги устод Саидқул Билолов ва шеъри Сафар Муҳаммад Айюбе ки эҳдо ба шодравон устод Зафар Нозимов бахшида шудааст. Ҳамин тарона ки барои мо бисёр маъқул буд, ман барои худам мехонам, чунки ҳамин таронаро бисёр дӯст медорам. شاید برخی نفران ندانند که محرمه شریفова در برابر فعالیت کردن در انسمبل دریا اینچنین در کنسرواتوری ملی همچون استاد فعالیت میکنند، همچون آموزگار. اون نفری که مثلا از سرود و ترانه‌های مردمی باخبر است باید در نزد خود وظیفه گذارد که انا همین ترانه‌ها را به دیگر کس یاد دهد. و من هم چون از دیگر استادان پیشین که بسیار ترانه‌هاشون دوست می‌دارم و بسیار ترانه‌هاشون برای خود آموختم و خبر دارم، میدونم. بعضا از نواختن بعضی اسبابا که از اودش میبرم برای چی من مثلا همین کار نکنم. در بسیار جا دستیمای من معلمه را میبینن، آموزگار را میبینن. چون دستیمای من آموزگار را میبینن چرا من همین کار را نکنم؟ چند سال شد فعالیت دارید؟ راستی فعالیت آموزگاری من فعالیت آموزگاری بله بسیار زیادتر. عجیب. مثلا من 10 سال در کالج صنعتی به نام احمد باباقلوف فعالیت داشتم و 10 سال دیگر از سال 2010 تا امروز در کنسرواتوری ملی تاجیکستان همچون آموزگاری کلان فعالیت دارم و شکرانه از اون میکنم که امروز نسل جوان ما بسیار میخواهد که گذشته خود داند. امروز نسل جوان ما میخواهد از سرود و ترانه‌های پیشین، از استادان پیشین چیزی آموخته باشند. مثل که میدونن که هر چیزی که مردم پیشین، استادان پیشین ما میخوندن شاید در پایه همین ترانه‌ها دیگه شاید ما خیلی ترانه‌ها رو پیدا کردن نتوانیم. و من افتخار میکنم که با شاگردان مثلا همین ترانه‌های استادا را یاد میدم. طول 3 سال است که ما با استادی عزیزم محرمه شریفова یعنی در این کنسرواتوری ملی تاجیکستان مشق تمرین میکنیم. وقتی که من به کنسرواتوری آمدم و من پیشنهاد کردم که محرمه شریفova استاد شما میشود و من خیلی شاد شدم که چنین استادی خوب به من میسر گشت. ما بسیارتر تمرین میکنیم در درس‌هایمان، یعنی موسیقی‌های نو به نو را معلم به من یاد میدهد. آن کس هم از جهت شخصیت و هم از جهت موسیقی بسیار
خوب هستند. محرمه شریفووا یعنی شاگردی نگینه راکووا می باشند. خب بیشتر از سرودهای آن کس استفاده میبریم و بیشتر باز از سرودهای سید قل بلالوف یعنی استفاده میبریم. آهنگهای بسیار خوب دارند، آهنگهای دلنشین دارند و ما بیشتر از این سرودها استفاده میبریم. برای من پسند است از سرودهای گذشتگانی ما، یعنی از بایگانی بیشتر تمرین میکنیم. چی در کالج موسیقی و چی در کنسرواتوری ملی و چی در انسامبل دریا، تشویش ها و زحمت های محرمه همچون معلمه شاگرد ها که رواج یافتند و علم آموختند امروز زیاد خواننده های مشهور شدند. معلوم می شود که در راه پداگوژیک هم در راه تعلیم هم محرمه بسیار استعداد بلند دارند. چون که من یک دو مرتبه من به همون کنسرت های صنفی که در کالج موسیقی و در کنسرواتوری برپا میشد دعوت شده بودم. برنامه سازی که برای شاگردانش میکرد در درجه عالی تخصصی قرار داشتند. بسیار معلم ها سالها کار میکنند، حتی یک شاگرد یا نیم شاگردی هم تربیت کردن نمیتوانند، اما هر بار میبینند که در هر سال خوانش، یعنی در کورس 1 2 3 4 5 در هر یک کورسی دانشکده کنسرواتوری ملی و کالج موسیقی حتی صنف‌های کلانی است که آنها از محرمه بانو درس می‌آموزند، تعلیم می‌گیرند و به یک زینه بلندی که استعدادشان انکشاف یابد می‌رسند. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدانم دیم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم. که خاک کوی تو باشم. اکنون بگویید که مثلا در اولیه شما با جز شما شاید نفر دیگر هنرمند است. شوهرم دویر می نوازند، پسرم فرخروز مثلا از نواختن اسباب‌های برقی و همین چیزو میبرند. صاحب چند فرزند در مجموع؟ در مجموع 4 نفر فرزند دارم. 4 نفر. 2 پسر دارم، 2 دختر. عمر دراز بینند. زنده باشید. و 2 نفرشون با شما یعنی که در جده صنعتند، نوازندگی میکنند، آوازخوانی نمیکنند. آوازخوانی هم پسر کلان کمی آوازخوانی میکند. و تصمیم نگرفتید که همراه مثلا بگیرید او رو در برنامه‌های کنسرت سرود بخواند؟ کسبشون کمتر دیگر و شما نزدیکتر در تلویزیون کار میکنند. سر دویم آموزگار. چون شوهرتان نوازنده است و همیشه در سفرهای هنری شما را همراهی میکنند. بله. گروه ایجادی خیلی هم اصلی. سلامت باشید. و از برادران خواهران کسی دیگر هنرمند نیست؟ راستی برادرانم بسیار اسباب موسیقی دمبره را خوب می نوازند. ما اصلا از خانواده پدرم که می نواختند دمبره می نواختند، برادر کلانم اکایزم می نواختند، بعد برادر از همه خوردم اکبر ما اصلا از او یاد گرفتیم. مثلا اکاردیون هم اول در خونمون همو پیدا کرده بودن. میخوان که خانهشون آباد باشد، فرزنداشون به همه برکات به همه نیکی های این دنیا برسند، بعدا در کسب و کارشون به خصوص خانم برای کار میخواهم. تمنا میکنم که به راه خود را در صنعت باز خوبتر بهتر ادامه دهد و به مقوله های مراد و به آن آرزوهایی که در دلش هست برسد. هم در جدای صنعت و هم در جدای زندگیشان تمامی بردباری ها رو به آن کس تمنا دارم. همیشه سلامت باشند، همیشه خوشبخت و همیشه در بالای سری فرزندان خود تنسیت باشند. کبوتری با می تویم از بسگم مرا
تو مرا مرنجان قربانی چشمم تو مرا مرنجان. муҳаррама шарифова то ба имрӯз таронаҳои зиёди ҳунаре ки онро чун асари эҷодӣ меномад тавлид намуда буду боз ҳам ба кори худ идома доданист. дунёи мусиқӣ барояш азиз асту хидмат намудан барои миллату сарзамин аз орзуҳои аввалинаш ба шумор меравад. итминон дорем ки дар оянда низ метавонад гулбоғи санъату мусиқии тоҷикро бо таронаҳои дилнишини худ муаттар созад. рости ман бисёр барномаи шуморо дӯст медорам, чунки ҳамеша беҳтарин ҳунармандоро шумо даъват кардагӣ. беҳтарин ҳунармандо меҳмони шумо буданд, беҳтарин суҳбатҳо буд, беҳтарин таронаҳо буд ва ман миннатдорӣ аз шумо мекунам ки шумо ҳамеша талош мекунед, ҳамеша кӯшиш мекунед ки ҳунарманди беҳтарина ташвиқот кунед, ҳунарманди беҳтарина ба мардум бори дигар муаллифӣ кунед ва аз тамоми кормандои телевизиони душанбе ба хотир ки ҳунармандоро даъват мекунанд, таронашон зинда медоранд, ба мардум наздик мекунанд ҳунармандоро. бозам миннатдорӣ мекунам ва ҳунарманд чӣ мехоҳад? ҳамеша тансиятиву хонаободиву файзи баракату дастурхони пур аз нозу неъмату гӯши суханшавии мардумро мехоҳам. ҳамеша сарбаланд бошед. ташаккури зиёд. мо низ хушҳол ҳастем ки барномаи мо омадед ва бозам мо тавонистем ки аз воқеан ҳунари касбии шумо бархурдор шавем ва аз садое ки воқеан хеле самимист ва хеле асилу ва хеле ширадор аст. бинандагони гироям бо ҳамин тартиб анҷом мебахшем. ба барномаи худ бо шумо хайрхуш намекунем, зеро барномаи дигари телевизиони душанбе идома дорад. моро ҳамроҳ бошед.